زن و مرد در یک جای زندگی میکردن. مرد بیچاره به خاطر پیدا کردن لقمه نان صبح وقت از خانه بیرون میشه، بیگاه با 4 تا نان خانه می آید و زن جوان در خانه تنهاست. یک روز از روزها شوهر میگه خانه آمدم دیدم که زن در کناری نشسته گریان میکنه. و زن جان چرا گریان میکنی؟ چی گپ است؟ والا تو صبح از خانه بیرون میشوی، من در خانه تنها هستم، در روی حویلی ما چند تا درخت است، در بالای درختها پرنده ها و گنجشکا میآیند میشینند و من در خانه تنها هستم، یگانه سرم لچ میشه، یگانه یخنم لچ میشه. این گنجشکا مرا میبینند، من از این گنجشکا حیا میکنم. بنابراین چی میشه که درختها را از بیخ برکنی تا یک گنجشکا عورتی مرا نبینه، سری مرا نبینه، موی مرا نبینه. شوهر میگه گفتم چقدر زنی با حیا، چقدر زنی با ایمان، حتی از پرنده ها حیا میکنه. صبح میگه چند تا مردگار گرفتم، درختها را از بیخ و بن برکندم و نابودش کردم تا اینکه موی زنی مرا حتی گنجشکا نبینه. دنیای اعتماد دارم سری زنی با حیا و با ایمان. یک روز از روزها بنابر ضرورت نیمه روز خانه آمدم. در نیمه روز خانه آمدم، دیدم که در خانه زنی که از پرنده ها حیا میکنه، دور از شما، دور از همه امت اسلامی با عفت، دیدم که در نیمه چاش با یک مرد نامحرمی در حال انجام فعل زشت زنا است. وقتی وضعیت دیدم که این زنی که از پرنده ها حیا میکنه، اما اینجا کارش این قسم